عزیز، دوستای عزیز، همدیاران، میهمانای محترم، همه هنرپیشه های تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی، تئاتر نمونوی مینیاتور آینه، میهمانان از کینوستودی تاجیک فیلم، از لطف و مرحمت شما، از احترام خاصه شما نسبت به صنعت دراما و مسحکه اظهار تشکر میکنم و من از نام شما با سفارش و فرمایش رئیس ناحیه محترم سید مراد تقایج که این شب ایجادی، این معرکه متنتن با تشبث شخصی این کس، با تکلیف شخصی این کس به وقوع پیوست، به اهل صنعت، به جانفداهای صنعت تاجیکستان که در اینجا حاضرند، بهترین هایش اظهار منتداری میکنم. به شما خیر مقدم میگویم، خوش آمدید. از صنعت جاذب شما، جذاب شما، همه اهل نشست بهره برداشتند و شما را همیشه در این ناحیه‌ای که همیشه مردم صنعت دوست و مردم شعر دوستند خیر مقدم میگویند و همیشه شما را انتظارند. اهل این زل بسیار خواهش طلب کردند که قیامالدین ما صاحب این جشن، این تنتنه باز برآمدها کند، در نقش‌های مهم بازی کند، ولی وقت تنگی میکند. راست گپ و خلقی هم اثر کرده است. به همه شما تشکر و از نام صنعتکاران، از نام اربابان حقیقی صنعت که در روبروی شما هستند، من سخن به قیامالدین میتم که یک از دل خود چیزی که برای شما دارن، برای احترامتان یک چیز بگویم. دوستان مهربان، خویشان، همان، همدیاران، هموطنان، همخونها، عموما آنهایی که امروز وقتی غنیمت خود را دریغ نداشته به این تالار آمدید، یک کلمه گپ میگویم، چون که گپ ها گفته شدن، ما گپ در دل نگاه میداریم. برای همه شما هزار رحمت، مهمانای عزیز خوش آمدن. یک عمر تا آنی که هستم از شمایم، با شمایم. بازار صبح برای افتخار قیامالدین همه چی میارزد. خوش آمدید.